در کتابی راه به سوی بستان آمده است: شنیدم که سحرگاه روز عید بایزید بسطامی از گرمابه بیرون آمد. ناگهان یک نفر از بالای سرای بلند به بام او تشت خاکستر را فرو ریخت. سر و لباس و سر و روی و دستار و شیخ طریقت از خاکستر آلوده شد و در همان حالت دستش را به سر و رویش مالید و شکرانه کرد و گفت: ای بایزید، تو شایسته آتش بودی، چرا از خاکستر روی میگردانی؟ از خاکستر ناراحت مشو، شکر کن که به جای آتش